عرش خدا را می لرزاند. اشک تمام ملائکه مقرب و غیر مقرب را متوجه انسان می کند. اشک نظر خاص امیرالمؤمنین و حضرت زهرا را متوجه تو می کند. فرمود هیچ عملی نیست، هیچ عبادتی نیست الا اینکه یک وزنی دارد، یک اجری دارد، یک پاداش خاصی دارد. الا الدموع، مگر قطرات اشک که از چشمها سرازیر می شود. فرمود حساب و کتاب ندارد ثوابش، بی حساب و کتاب. بعد فرمود وقتی که اشک در چشم انسان حلقه میزند، هنوز نرسیده به اون لحظه ای که بچکد بر گونه انسان، رحمت خدا بر اون بنده نازل می شود. بلکه فرمود قبل از آنی که اشک از چشم انسان خارج شود، قبل از خروج رحمت خدا می آید، اون بنده را فرا می گیره. تا اونجا که فرمود یک قطره اشک اگر در دریاهای آتش جهنم بیفتد لأطفأت حرها، اون حرارت آتش جهنم را که 7 برابر حرارتش از آتش دنیا بیشتر است، اون حرارت را فرمود خاموش میکنه. این اشک داره یواش یواش از بین میره. الان رس شده تو بعضی مجالس روزه هم دیگه نمیخونه.